خیلی که علاقه از رسانه‌های خبری به همگان معلوم است سنه 27 مارس سال 2021 از طرف قرار استودی جمهوری اوید به پیشگیری سرایت کرونا نوی کووید 19 قرار نوبتی به توصیف رسید. این هم باشد اجازه دادن به توی دامادی عروسی با اشتراک کنندگان تا 100 نفر. قراری مذکور وابسته به آن که امروز در جمهوری تاجیکستان از اول سال 2021 آغاز کرده یگان نفر با بیماری التهاب شش یا اینکه گمانبر به سرایت کووید 19 یا اینکه با نشانه های تصدیق شده کووید 19 به قید گرفته نشده است و وابسته به وضعی به عمل آمده قرار استودی جمهوری به توصیف رسید. و با وجود این هرچند توی دامادی عروسی با 100 نفر اجازه داده شده باشد هم وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان اینچنین مرکزی نظارت دولتی سنتری اپیدمیولوژی شهر خوجند وضع شدند که قاعده های بهداشتی و سنتری اپیدمیولوژی را باید که در تویخانه ها رعایت کرده شوند. این با اون مقصد که تا حال در دیگر دولت‌های دنیا دیگر دولت‌های همسایه به مانند ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه تعداد بیماران روز از روز زیاد شده ایستاده است و مقصد از رعایت قاعده‌های بهداشتی این پیشگیری وارد شوی بیماری سرایت نوی کووید 19 به حدود جمهوری تاجیکستان و پهن شده آن در بین اهالی جمهوری تاجیکستان می باشد. از این لحاظ از طرف کارمندان مرکز همه روزه در تمام مؤسسه ها، انشاءات ها، جای های جمعیتی اینچنین در تویخانه ها نظارت همه روزه برده می شود اوید به رعایت قاعده های بهداشتی، یعنی که استفاده نقاب، رعایت فاصله اجتماعی در تویخانه ها، استفاده آنتیسپتیک ها و مواد های بی‌ضررگردانی حتمی می باشد. علاقه در تجربه ما سال 2020 این چاره ها شده بود، یعنی که نسبت آن شخصان راهبریت تویخانه ها و طرفخانه هایی که با قاعده های بهداشتی رعایت نکردند یا اینکه تعداد اشتراک کنندگان را از در همون دوره تا 40 نفر بود زیاد کرده نسبت آنها پروتکل های حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده جریمه بندی کرده شد و این هم بعد آنی که قرار تا 100 نفر رو اجازه داد قرار استودی جمهوری در حالت رعایت نکردن نسبت آنها چاره های حقوق ویرانکنی ماموری اندیشیده می شود.